سلام، من هومنم. تو ویدیو امروز میخوام یکی از پرطرفدارترین و پرفروشترین دستگاه دیجیکالا رو بهتون معرفی کنم. تا آخر ویدیو با من همراه باشید با اسپرسو ساز زیگما. قبل از اینکه بریم سراغ نکات مثبت و منفی این دستگاه، باید بگم بزرگترین نقطه قوت این دستگاه قیمت پایینشه. قیمت حدودی 2 میلیون تومانیش تو اوایل آذر 1401. قدرت این دستگاه 850 واته، یه مخزن 1.6 لیتری داره و قدرت نازل بخارش 15 باره. البته این 15 بار زیاد جدی نگیرید، در مقایسه با دستگاه صنعتی خیلی ضعیفن ولی کار را میندازن. کار کردن با این دستگاه خیلی آسونه. صدا دکمه‌ای که اینجا می‌بینید برای روشن خاموش کردن دستگاه استفاده از آب جوش و حالت بخاره. اینجا هم یه شیر داریم برای باز و بسته کردن نازل بخار استفاده میشه. ولی نکته عجیبی که در مورد این دستگاه دیدم، وزن خیلی سبکشه. اول فکرم شاید هیچی داخل این دستگاه نباشه، ولی وقتی باهاش کار کردم فهمیدم میشه یه قهوه نسبتا خوب ازش گرفت. در مورد اقلام همراه با دستگاه، یه پیمانه داره، یه پورتافیلتر که تازه یه سبد داره و فقط اسپرسوی دبل میتونید ازش بگیرید، یه ضمانتنامه داره و یه دفترچه راهنما که خوبیش اینه که به زبان فارسی هم توش نوشته شده. برای جمع‌بندی بهترین انتخابتون تو بازه قیمتی 2 میلیون تومان همین مدل زیگماه. توی ویدیو جداگونه این دستگاه و یه دستگاه که مدل بالاتری داره رو با هم دیگه مقایسه می‌کنم که بتونید عملکردشون هم ببینید. مرسی که این ویدیو رو تماشا کردید. من اومد ارشادی هم اینجا مگنت. تا هفته آینده بدرود.